او کسی که به شما قرض میدهد پول از آب نگرفته، از برگهای درخت جمع نکرده، عرق ریختانده، زحمت کشیده، کار کرده، با صدها تحمل سختی و مشکلات پول رو به دست آورده. وقتی تو به اون مراجعه میکنی که برادر عزیز، خواهر عزیز، بریم یک مقدار قرض بدی، مریض دارم، مشکل دارم، امروز گرفتارم، در جای کارم بند مانده، او آدم به تو قرض میده، چرا در برابرش خیانت میکنی؟ چی گناه بزرگتر از این که شما به وسیله این عملکردتان چندین گناه را مرتکب شدید؟ طرف به شما اعتماد کرده، تو او را بی اعتماد ساخته، به شما امانت داده، تو امانتش ضایع ساخته، با او تعهد کردید، سر وقت وعده خلافی کردید، او علاقمندی به انجام کار خیر داشته، این عمل کرده شما سبب شده که او ابدا دوباره کار خیر انجام نده. او انسان خوشگمان بوده، شما او را تبدیل به بدگمانی کرده، تنها به چی؟ با وسیله یک قرض گرفتن.